سلام و وقت بخیر خدمت همه همراهان تحلیلی شو. بعد از مدت‌ها مجدد برگشتیم. این بار می‌خوایم یه خورده راجع به شاخص کل حرف بزنیم از دید الیوتی. همین که جنبه آموزشی داره، البته جنبه آموزشیش بیشتر برای اوناییه که یه مقدار از الیوت هم سر در میارن، مخصوصا از نئو ویو. حالا خیلی طولانی نکنیم ویدیو رو، صحبت حاشیه‌ای نکنیم. توی شاخص کل میشه دو تا حالت مختلف رو دید، دو تا سناریوی مختلف رو دید. یکیش همین چیزیه که الان دارید میبینید. این سناریو خب خیلی خوشبینانه تر و بهتریه، نتایج بهتری هم به بار میاره، رشدهای قوی تری هم پشت بندش خواهد بود و در واقع این هستش که این اصلاح از اردیبهشت 1401 که تا 2540 رفت، از اون ریزش بعدش به شکل یک فلت باشه که ببینید یه دونه موج A که خود A یه دونه دیامتریک بوده، یه موج B که خود این یه ABCDE یا یه مثلث بوده که این مثلث موج آخرش هم طبق قوانین الیوتی رفته روند AC رو شکسته. تو الیوت حتما باید مثلث موج ایش روند AC رو بشکنه، شکسته. بعد یه ریزش اتفاق افتاده که این ریزشه اگر ما بخوایم اینو فلت بگیریم، حالا میگم که کدومش محتمل تره، این یا تحلیل بعدی، در آخر ویدیو میگم. اگر ما اینو فلت بگیریم اینجا باید یه 5 تایی بریزه. حالا این 5 تاییه ببینید خیلی 5 تایی نیست. چرا 5 تایی عادی نیست، 5 تایی نرمال نیست؟ به خاطر اینکه در 5 تایی عادی موج 2 با موج 4 نباید تداخل ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر ریزشی رخ میده، من جهت رو فلش رو پیدا کنم یه لحظه، کاش اینو قبلا زودتر مشخص میکردم. اینجاست. یعنی این موج 1 میاد، موج 2 که برمیگرده بالا، این موج 3 میریزه، موج 4 حق نداره بیاد. ببینید این موج 2 بود دیگه، حق نداره بیاد تو محدوده موج 2، یعنی این نمیتونه تا اینجا بیاد بالا. اگر این اتفاق بیفته 5 تایی نیست که الان اینجا اتفاق افتاده. اینجا این موج 4 تو محدوده موج 2 اومده. در واقع موج 5 تایی صحیح این شکلی باید باشه، این 2 این 4 با 2 هیچ تداخلی نداره. ولی ما یه موج 5 تایی خاص داریم، بهش میگم موج ترمینال، امواج 5 تایی ترمینال. توی اون موجای ترمینال موج 2 و 4 میتونن تداخل کنن، یعنی اینطوری بشن، یعنی همین چیزی که اینجا میبینید، به شرطی که همه این امواج، یعنی 1 2 3 4 5 همشون ستایی باشن، ABC باشن. الان اینجا تقریبا ما داریم ABC، اینجا حالا یه ریزش سنگین A، یه B کوچولوی C، ABC، اینجا ABC، اینجا هم ABC که داره میره بالا، که حالا این تا همینجا. این احتمالش هست که این 5 تایی ترمینال بشه و کل این ساختار بشه یه فلت. اگه اینجا فلت بشه چه اتفاقی میفته؟ اون موقع یعنی مثلا این 1 2 3 4 5 این تازه میشه موج 1 ما. خب یه رشد قوی رو خواهیم داشت. بعد اینجا میشه مثلا ABC، بعد دوباره 1 2 3 مثلا 4 5 موج 3 ما. یعنی چی؟ یعنی در بلند مدت ما شاهد یه صعود خیلی قوی خواهیم بود. بعد دوباره یه اصلاحی موج 4 میده، مثلا 1 ABC، دوباره 1 2 3 4 5 مثلا موج 5 ما یه همچین ساختاری میشه. یعنی کلش میشه 1 2 3 4 و 5. و این میتونه مثلا، حالا من نمودار رو اگه جمع کنم، اگر این باشه این حتی میتونه تا محدودهای 3 میلیون هم پیشروی کنه. خب این یه حالت ماست. میگم حالا نگفتم که این محتمل تره یا بعدی، و هنوز راجع به صحبت نکردم. یه حالت دیگه چیه؟ یه حالت دیگه اینه که این نمودار رو ما داشته باشیم. قسمت اولش عین اینه ABش، منتها اینه که Cش بیاد یه دیامتریک بسازه، یعنی Cش خودش بشه یه A B C D E، یه F و G بده بعد بره بالا. یعنی F بده یه G بده بعد بره بالا، اینجا صعودی بشه. نکته این چیه؟ نکته این اینه که اگر این اتفاق بیفته ما هیچ موجی در الیوت نداریم که مثلا A, B, C هر سه تا اصلاحی باشه. خب اگر قرار باشه A, B, C تموم بشه، C باید 5 تایی باشه. حالا یا 5 تایی عادی یا 5 تایی حالا به شکل ترمینال.
یعنی این سیه باید 5 تایی بشه، نمیتونیم سیه با چیز داشته باشیم بعد تموم شه از اینجا 5 تا بره بالا. پس چی میشه؟ پس میشه اینطوری قضیه، یعنی مثلا یه همچین ساختاری خواهیم داشت. من اینجا بکشم اینو، من اینو ضخیم‌تر کنم که معلوم شه. خب این هم که بیمون بود، مثلا یه همچین چیزی خواهیم داشت. خب این میاد اینجا، خب میشه A B C، یه رشد به عنوان D، حالا این میتونه اصلا مثلث واگرا بشه، یه رشد به عنوان D، خب میشه A B C D، بعد دوباره یه ریزش به عنوان E بعد بره. خب یعنی اینکه اینجا اصلاحمون باز هم طولانی تر میشه. حالا اینکه این دیه، یعنی این، من اینو وردارم به جاش یه مثلث یه 5 تایی قرار بدم، A B C D E. خب رنگشو ببرم قرمز کنم که معلوم شه واسه یه تایم فریم بالاتره. موجش هم بذارم روی مثلا حالا این حالت که معلوم شه جدا شه از اون یکی. خب یه همچین ساختاری داریم. اون موقع اگر این دیامتریک باشه میشه A B C D E F G، بعد یه D داریم. حالا این D میتونه اصلا این مثلث جمع شونده باشه، این تا اینجا بیشتر نیاد بالا. خب بعد یه موج ای، حالا این ایه میتونه تا هر جایی بیاد، ممکنه بیاد این ایه، یا باید بیاد این کف رو بزنه. این کف منظورم این خط رونده است، این خط رونده رو بزنه که بین A و C بزرگه، این کف رو بزنه، یا نه همینجوری وسط راه یه جایی اینجاها برگرده، بعد ببخشید بعد اون 5 تایی شروع بشه. به نظر من احتمال این که بخوام بگم کدوم رخ بده محتمل تره، کاملا 50-50. با توجه به اینکه امواج ترمینال خیلی کمتر رخ میدن، امواج ترمینال کدوم بود؟ این بود، این 5 تاییه که اینجا بود، خیلی کمتر رخ میدن. احتمال اینکه این سناریو رخ بده به نظرم یه کوچولو بیشتره. ولی اگر بیایم دید بنیادی نگاه کنیم، اون موقع این سناریو محتمل میشه. یعنی اگه دیدمون رو بذاریم یه خورده بنیادی قاطیش کنیم، با توجه به اینکه احتمال اینکه کاهش نرخ بهره یک مقدار هست، احتمال اینکه پی بر ای شرکت ها خیلی پایینه، بازار خیلی علاوه بنیادی کفه، بیایم این دید قاطی کنیم، این احتمالش زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا ما این داستان تموم شده باشه و شاهد مثلا یه 5 تایی بزرگ باشه، اینطوری بشه. خب ولی اگر بخوایم صرفا تکنیکالی نگاه کنیم و فقط الیوت رو نظر بگیریم، با توجه به اینکه اون سناریو احتمال رخ دادنش کمتره، اون موقع این محتمل تر میشه، این داستان احتمالش میره بالاتر. حالا باید ببینیم که کدومش رخ میده دیگه، باید صبر کنیم. چیزی که مشخصه فعلا تا حوالی این سقف 2300 2400 ما احتمال داره که بیایم بالا و تو هر دو تا سناریو میشه اینو دید. ممنون از توجه شما، خسته نباشید و خدا نگهدارتون.